سلام و درود خدمت شما هموطنان و دوستان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجای باشین تنسیت سلامت باشین و امروز در یک برنامه نو خدمت شما یک ساعت دیگر یا که کمتر از یک ساعت قرار خواهیم گرفت و پیرامون تنش‌ها بین ایران و اسرائیل صحبت خواهیم کرد. ما در 3 روز اخیر یا که 4 روز اخیر هر روزه پخش مستقیم داریم تو یک ساعت صحبت میکنیم پیرامون موضوعی که ذکر کردیم در بالا، ولی امروز کمک دیرتر برنامه رو آغاز میکنیم زیرا دیگر مشکلات ها پیش آمد. به همین اساس ما امیدواریم که فردا برادرها که بیدار میشوند از خواب و برنامه رو حتما تماشا میکنند و موضوعی رو که ما در اینجا بیان میکنیم معلومات خواهند گرفت. دوستان و هموطنان عزیز، ما در روزهای اول آغاز کردیم از حمله اسرائیل به ایران و صحبت کردیم که چگونه حمله صورت گرفت و بعدا حمله ایران به اسرائیل که جوابی بود و این گونه برنامه‌های ما تا امروز ادامه داشت و دیروز جنگ یک رنگی دیگری گرفت که من دیشب میخواستم دمی صبح بود یک پخش مستقیم اضطراری بیام، ولی باز هم فکر کردم که بهتر خوبتر است که به امروز بگذاریم و امروز در پخش مستقیم این چیزها رو به برادران و خواهران عزیز گرامی قدرم ذکر کنم. دوستان و هموطنان عزیز، یادآور میشیم که جنگ روز 13 همین ماه آغاز پیدا کرد و اسرائیل ساعت 3 با وقت 3:30 بود 4 بود با وقت تهران یک باره یک حمله غافلگیرانه را به ایران شروع کرد. در این حمله چندین فرماندهان ارشدی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند و بیشتر جایهای نظامی و مردمی بمباران کرده شدند. و در بعد از این حمله جزئیات زیاد مشخص شد که در این حمله جاسوس‌های آمریکایی و اسرائیلی خیلی قوی کار کردند که بتوانند تمام اون پدافندهای حمایه‌ای که میتوانستند این حمله ها را خونسا کنند، آنها را از داخل ایران با جاسوس‌هایی که داشتن مورد حمله قرار دادن و نگذاشتند که این پدافندا حفاظت کنند و از این طریق موفق شدند یک حمله سنگین و سختی را در تاریخ ایران به ایران وارد کنند. حالا بعد از این حمله جمهوری اسلامی ایران در همان روز یک حمله را به نام قاسم 3 شروع کرد که در این حمله زیاده از چند، اگر اشتباه نکنم زیاده از چند پهپادی یا که درون ها به سمت اسرائیل روان کرد که این روزانه بود و اینها همش از جانب اسرائیل برگردانیده شدن، ولی همون روز بخش دویمش رو روان کرد که از اون بالستیکا بود که چند نفرش به اسرائیل رسید و همین طریق میگویند که در روز اول زیاده از 150 تا از این بالستیکا و زیاده از چند درون دیگر هم روان کرده است، ولی اینها اثر زیاد نداشت و روز دوم هم این حمله ها همین گونه ادامه یافت، ولی روز سوم این شدت گرفت و در روز سوم واقعا ایران یک حمله خیلی سخت کرد که این یک حمله تاکتیکی بود و اول درون ها را به سمت اسرائیل روان کرد و هوای پدافندی که محافظت اسرائیل را به بازی در آورد و بعدا از این بالستیکا و راکت های قوی خود روان کرد که اینها توانستند به تمام جاهای نظامی حتی گاهیش در جاهای مسکنی هم برخورد کرد که تلفات زیادی رو در اسرائیل به دست آورد. و بعدا یعنی دیروز بعد از این حمله سخت واقعا جهان غرب و از جمله امریکا بسیار نگران شد و خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بعد از این حمله سنگین در کوتاه‌ترین فرصت امریکا را یعنی در کانادا که در نشست G7 بود این نشست را ترک کرد و فوراً به امریکا برگشت و در صورت بازگشت در امریکا جلسه اضطراری برگزار کردن و در یک توییتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشت که همون چیزی را که دیروز یا که روز گذشته بنیامین نتانیاهو تکرار به تکرار میگفت که باید ساکنان تهران رو ترک کنند چون ما در کوتاه‌ترین فرصت یک فاجعه در تهران انجام خواهیم داد و همین را دونالد ترامپ در توییتر خود یا که در ایکس خود نوشت و گفت که باید کوتاه‌ترین فرصت ساکنان تهران رو ترک کنند و بعدا این را دیگر خیلی توضیح داد که این فشار علیه حکومت ایران جمهوری اسلامی ایران بود و ما تسلیمی بدون شرط و قید می‌خواهیم و باید که بدون یگان شرط ایران باید به ما تسلیم شود.
چیزی که از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران رد کرده شد و اونها گفتن که ما هیچ تسلیمی بدون قید شرط را نمیپذیریم و حتی دیروز هم بازم یک نماینده بلندپایه ایالات متحده آمریکا به کشور عمان سفر کرد که با رئیس وزارت کارهای خارجه ایران عراقچی دیدار کند و راجع همین جنگ گفت و شنید کند. اما از همه مهمش این که دیروز باز هم یک حمله سنگینه که اصلا در تاریخ اسرائیل بار اول بود که چنین یعنی ضربه ها به شهرهای این کشور زده شود از جانب ایران روان کرده شد که بسیاری طرفدارای جمهوری اسلامی ایران یا که طرفدارای کسانی که نبودن اسرائیل را میخوان بسیار خوشحال کرد، ولی جهان غرب را بسیار بسیار ناراحت کرد که این حمله واقعا به ضربه های کوبنده و مثلا اگر ما نگاه کنیم در شهر تل آویو بسیاری مناطق های مهم و کلیدی این کشور را زیر ضربه قرار داد و حتی با اون معلومات هایی که من نازی در نوار برای شما میگذارم، اداره رسمی مساد یکی از نهادهای مهم و کلیدی اسرائیل مورد حمله ایران قرار گرفت و بعدا رسانه های اسرائیلی خبر دادند که در این مکان یگان نفر نبود و کسی ضرر ندیده است، فقط این مکان خراب شده است و چندین مکان‌های دیگری را که بسیار ضربه شدت خوردند و این باز هم امریکا را بسیار نگران کرد و بعد از این توییتر دیگری دونالد ترامپ زد و تهدید کرد به آیت الله خمینی که من مقر آیت الله خمینی که رهبر جمهوری اسلامی را میدانم در کجاست، ولی ما به خاطر تسلیم شدن آنها هستیم و ما برای کشتن او نیت نداریم و ما میخواهیم که او در کوتاه‌ترین فرصت به ما تسلیم شود. خب این مسئله بسیاری کارشناسان و کسانی که در این ارتباط بی‌طرف نیستند بسیار نگران کرد و بیشتری مردم به این عقیده هستند که در کوتاه‌ترین فرصت امریکا وارد جنگ میشود و نشانه‌های زیادی را موجود است که امریکا میتواند وارد جنگ تمام عیار به ایران شود و خبرهای دیگری هم نشر شده است که این نشانه ها را تصدیق میکنه. مثلا امریکا تمام نظامی‌هایش را و در خاورمیانه زیاد کرد و دیروز هم فرمانی دادن که تمام راکت ها و تمام موادهای نظامی و هواپیماهایشان را به خاورمیانه روان کردند و تعداد نظامیان را در خاورمیانه زیاد کردند و حتی هواپیماهایی که در آسمان برای همون زپرفکه کردن یا که مواد سوخت را بالا کردن را زیاد کردن آوردن، مخصوصا به آسیای مرکزی و خاورمیانه و این چیزها خیلی زیاد نشان داد آن است که در جنگ تمام عیار امریکا با ایران عین حال تا درجه هست، ولی در کوتاه‌ترین فرصت به عقیده بیشتری کارشناسان امریکا نیز وارد این جنگ خواهد شد و تصمیم گرفتن که باید ایران را کاملا بمباران کنند. حالا به همین اساس من کارشناسی را که در اینجا نوارش را گذاشتم، لطیفی پیدرام، رهبر حزب کنگره جمهوری اسلامی افغانستان بود که چند فکر نظرش در اینجا گفت. ایشان در بین عقیده است که ایران تا عین حال با همین قدر تلاشایی که اسرائیل تا عین حال کرده است ایران پیروز است و به همین اساس اگر که امریکا وارد جنگ تمام عیار شود، حالا مشخص نیست که چی می شود، ولی تو عین حال که ایران با اسرائیل در جنگ است و ایران پیروز این جنگ هست و نشان داد که چگونه می تواند این پیروزی را به دست بیارد و ایشان غزه رو با ایران مقایسه کرد و گفت که اسرائیلی فکر میکردن که با یک غزه دیگر روبرو میشوند که فقط چند راکت میتواند در یک روز به اسرائیل روان کند و دیگر هیچ گونه مقاومت کردن نمیتواند و میتواند در کوتاه‌ترین فرصت از بین ببرد، ولی در برابر ایران ناتوانی آورد و ایران هدفهای بزرگی را در اسرائیل خونسا کرد و این نشان داد که ایران واقعا هم اگر با اسرائیل تنها بجنگد پیروزی جنگ هست، ولی اون چیزی که ایشان ذکر کرد ایران با تمام کشورهای غربی با سرور امریکا امروز در جنگ است. حالا فکر نظر ایشان است. ما برای این اساس امروز برمیگردیم چندین اخبارهای را از همین سمت به شما خواهیم رساند و کوشش میکنیم که اخبارها بسیار
دقیق باشند تا اینی که ما بتوانیم به سمت شما خب معلومات های دقیق را برسانیم. خب دوستان گرامی و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، من راستی زیاد کارشناسا رو گوش کردم که کارشناسان در این مسئله که ایران تنهاست و میتواند توانایی ایستادن را در مقابل کشورهای غربی داشته باشد را گوش کردم و تماشا کردم و فکر کردم، گفتم که ببینیم که آیا در کنار ایران کی میتواند باشد و زیاد کارشناسان به این نظرند که واقعا وقتی که اگر که امریکا وارد جنگ شود، در اینجا چین که یکی از بازارهای بزرگ در خاورمیانه دارد و این که بازار اقتصادی است و در صورت وارد شدن به جنگ و چین نمیخواهد که این شوکوسکی پوتی میگن روی شوکوسکی او را از دست ندهد و بر اساس همین امکان دارد که تمام کمک ها را به ایران از طریق پاکستان انجام بدهد. ولی همین خود این حرف نشانه تصدیق شدنی است که در چند روز اخیر پاکستان واقعا هم زیاد سر و صدا را در این منظره داشت و گفت که من آماده هستم از ایران دفاع بکنم و در کنار ایران بمانم و محکومم کرد حالتی را که اسرائیل به ایران حمله کرد و گفت که اگر ما در کنار ایران نیستیم و آماده است که اسرائیل بعد از ایران به ما حمله کند. برادران میگن که آواز کنده کنده اومده شده است. برادران آواز بهتر است یا که آواز کنده کنده میاد؟ دوستان عزیز آواز چطور است در پخش مستقیم؟ آواز خوب است؟ برادران صدای ما هست؟ صدای ما هست برادران؟ سوزه زنده باشیم برادران. خب این مسئله است که ما اولین نقطه در نظر گرفتیم و گفتیم که واقعا هم خودی کیتا یا که چین بسیار کمک های دقیق میتواند به ایران بکند که این میتواند به ایران یک فایده بیارد. چون اگر که ما فکر نظر کارشناسا را بگیریم، بعد از 2 هفته جنگ یا که 3 هفته جنگ اگر همین خیلی ادامه کند، ایران و اسرائیل در یک بحرانی نظامی قرار میگیرند، چون جنگ دفاعی و هوایی اینا این نیرویشان تمام می شود و دقیق است که در پشت اسرائیل امریکا هست و امریکا میتواند اسرائیل را با این تامین کند. حالا سوالی که اینجا مطرح می شود و پاسخ او را مردم نمیتونن پیدا کنند این است که ایران وقتی همین موشکاش یا که همین راکت هاش و پهپادهایش تمام شود و از کجا اینها را دریافت میکند و چگونه میتواند در یک حالت جنگی اینها را در کوتاه‌ترین فرصت بسازد یا در مقابل اسرائیل و یا اینکه هر یک کشور دیگه، امریکا و هر کسی که در این شامل شود، در مقابل اونها بجنگد. به همین اساس یکی از اساسهایی که میتوانند اینجا حد نظر بگیرند این چین است. همین طوری که پاکستان در جنگ هندوستان در کوتاه‌ترین فرصت 5 تا 8 هواپیمای هندوستان را زد و یک ضربه قوی را به هندوستان وارد کرد و هندوستان را در این عملیات مجبور به عقب نشینی کرد و کاری کرد که هندوستان این شکستش را پذیرفت و پاکستان در دفاعی که داشته و نیز پیروز شود و حتی یک شکست سخت هندوستان را بدهد که در پشت این کی ایستاده بود؟ چین. به همین اساس چین یک بازار اقتصادی خیلی بزرگ در خاورمیانه دارد که اون بازار به ایران وابسته خیلی سخت دارد، چون بیشتری از راههایی که همین اقتصاد میرود میآید این زیر نظارت ایران است و اگر که ایران در اینجا از دست بدهد یک بازار بزرگ را در خاورمیانه از دست میدهد. بر اساس همین چین هیچ وقت این را نمیخواهد از دست بدهد و در صورت از دست دادن این اقتصاد در چین بسیار وخیمتر می شود و مخصوصا بعد از این حالتی که در امریکا یک سانکسیونی که همون نلاگ چین رو برای بازار خودش بالا برداشت. حالا این خودش یکی از چیزهایی است که نشان دادی آن است. مسئله دومی که در اینجا میتواند به روسیه کمک برساند این مسئله روسیه است که ما میدونیم در سالهای زیادی روسیه یکی از نفرهای قوی و استراتژی ایران است و روسیه میتواند در این مسئله ایران رو کمک کند و
چرا ایران رو کمک میکنه؟ چون روسیه و ایران در یک پلتفرم میجنگن. همونطوری که روسیه در مستقیما با امریکا نه توسط اوکراین با امریکا میجنگد و همین گونه هم عین حال ایران مستقیما نه ولی توسط اسرائیل با امریکا میجنگد. یعنی هر اینا در هر پلتفرم با هم میجنگن. به همین اساس میتوانند با یکدیگر در هر حالتایی که یکدیگر کمبودی داشته باشند با یکدیگر کمک برسانند. ولی کارشناسان در اینجا به این نظرند که روسیه در با اندازه علاقه ایران را به سر اوکراین فروخته است و حتی ایران رئیس جمهوری پیشینی جمهوری اسلامی ایران احمدی نژاد اشاره کرده بود که امریکا و روسیه به سرزمین اوکراین و ایران سودا گذاشتن و روسیه ایران رو به امریکا فروخت و امریکا اوکراین رو به روسیه فروخت. بر اساس همین اگر که این توافق واقعا درست باشد و به همین درجه به همین خلاصه میرسیم که روسیه هیچ کمک به ایران نمیکند. ولی در چند روز اخیر اگر ما واکنش‌های روسیه و چین رو اگر ببینیم واقعا هم واکنش‌های دقیقی که اینها آمادگی کمک ایران رو داشته باشند ما ندیدیم. یعنی به این خلاصه میرسیم که واقعا هم میتوان این نقطه رو گفت که در صورتی که امریکا تهدید روشن میکند که بایدم که تهران یعنی مردمش کاملا ترک کنن، ما یعنی منظورش که وارد جنگ خواهیم شد، یعنی تهران رو بمباران میکنیم. اگر که روسیه و یا که دیگر کشور دیگری که در پشت ایران میایستاد حتما در اینجا واکنش نشان میداد و مخصوصا روسیه که در گذشته بارها میگفت که اگر به ایران حمله شود ما آماده ایم از ایران دفاع بکنیم، ولی در حالت امروزه روسیه اصلا جواب نمیدهد و خاموشی را اختیار کرده است. این نشان میدهد که همون نقطه‌ای که احمد نژاد گفت به واقعیت نزدیکتر است و امکان دارد که روسیه به سر اوکراین ایران رو فروخته باشد و ایران در این جنگ تنها در مقابل اسرائیل و متحدان او قرار بگیرد. خب حالا دوستان گرامی و هموطنان عزیز، این چندین معلومات هایی بود که من دقیقاً از آن چیزی که در چند ساعت اخیر دریافتم به سمت شما رساندم، ولی معلومات های خیلی زیادی هست که می شود ساعت ها نسبت او صحبت کرد و تحلیل کرد، تشخیص کرد، ولی ما با این نمی پردازیم چون برای ما این چیزها اونقدر زیاد نیست. ولی همین رو ما مطمئن باشیم که یک جنگ تمام و عیار در خاور میانه به میان آمد و حتما این جنگ خونریزی های خیلی زیادی خواهد داشت و اگر امریکا که این غلط را بکند به ایران حمله کند، مطمئن باشد که در جمهوری اسلامی ایران و در پهنای همین کشوری که عین حال موجود است خونریزی خیلی بزرگ به میان خواهد آمد، چون یک پایتختی که زیاده از 15 میلیون اهالی دارد او را بمباران کردن و یک فاجعه انسانی را به میان آوردن بسیار احمقانه است و نباید یک کشور توانایی چنین یعنی تصمیم گیری را داشته باشد که در مقابل یک پایتختی که در اونجا 15 میلیون اهالی زندگی میکند اون را چکار کرد؟ بمباران کرد. حالا اینکه تخلیه کردن پایتخت، تخلیه کردن 15 میلیون اهالی غیر امکان است و هیچ امکانی موجود نیست که 15 میلیون اهالی را از یک جا به یک جای دیگر بکشانی تا اونی که اونجا تخلیه شود. در طول تاریخ هیچ وقت چنین حالت‌های به میان نیامده است که بشود 15 میلیون اهالی را تخلیه کرد و اونها را از یک شهر به شهر دیگری برد. این بدترین فاجعه در تاریخ بشر خواهد بود اگر که امریکا با متحدانش این غلط را بکنند و ایران را و مخصوصا تهران را که زیاده از 15 میلیون اهالی دارد اگر بمباران کنند. این یک نشانداد خیلی بدی تاریخی و اثرگذار در ابرو و حیثیت دولت‌های ابوالقدرت به مانند امریکا خواهد بود که دیگر هیچ کشور و هیچ شخصیت‌های برای اطمینان ساختن و مطمئن بودن به اینها اعتماد باوری نخواهند کرد. بر اساس همین بیشتر کارشناسان به این نظرند که اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا واقعا می‌خواهد وارد این جنگ شود و مستقیما به ایران بجنگد، ولی زیادی نفرانی با نفوذ در امریکا و مخصوصا سیاستمدارایی که کمک دوراندیشن این رو درست نمیشمارند و به همین اساس دونالد ترامپ رو مجبور میکنند که از این کار دست بکشد، زیرا اینجا یک فاجعه انسانی در میان خواهد آمد که این مردم خود ایرانند.
بعد مسئله دومی که در اینجا در نظر میگیرن کارشناسای آمریکایی که این را یک فاجعه بار میدونن، این مسئله جنگ عراق و ایران است که ایران بعد از آنی که انقلابی اسلامی را انجام داد در داخل خودش، اون زمان تقریبا بعد از 1 سال 1.5 سال صدام حسین که توانی نظامی خیلی قوی داشت در مقابل ایران حمله کرد و ایران را بمباران کرد، ولی ایرانیان مردمش در مقابل عراق است و تماما هیچ نفر یعنی خودش را دور نجوز، فرار نکرد، نگریخت و مردم ایران در مقابل عراق جنگیدند و این باعث گشت که ایران در مقابل عراق بیستد و پیروزی جنگ هم بشود و صدام حسین عقب نشینی کرد. و اساس همین زیادی کارشناسان آمریکایی این رو هم در نظر میگیرن که میهن دوستی و وطن پرستی ایرانیان رو متحد میکند و بر اساس همین امکان دارد که اگر ما با ایران حمله کنیم مردم اتحاد شوند، سرجم شوند و همون کاری که به سر عراق اومد این بار با متحدان آمریکا در خاورمیانه به میان بیاید. بر اساس همین مسئله دومی که نمیخواهند این جنگ انجام شود در آمریکا همین مسئله است. ببخشید دوستان، من کم کم تشنه میشم، یک آبی بخوریم بتونیم صحبت کنیم. حالا به همین اساس ما اگر که این مسئله را مسئله‌ای که آمریکایی‌ها در نظر گرفتن ما اگر نادیده بگیریم واقعا هم درست است و ما باید هم ببینیم که مردم ایران واقعا چی مخالفانش در خارج کشور اگرچه در مقابل این ارزش‌ها می‌جنگن ولی در داخل ایران ما تا این زمان ندیدیم اشخاص‌های معین مشخصه که در مقابل همین مثلا در مقابل همین حکومت ایران در حالت جنگی برآمده باشند و اونها ناراضی کنند، در حالی که در اسرائیل در مثلا نهاد مساد قوانین قبول کرد که دیگر رسانه‌ها حق پخش مستقیم جایهای مهمی نظامی را ندارند و حق ندارند که اینها معلومات بفرستند و یا اینکه بررسی میگیرند. و حتی اشخاصی که از خود نتانیاهو بنیامین نتانیاهو در یک خبری که اگر راست باشد اون را من خواندم اعلام کرد که هر کسی که خرسندی کرد از اینه که اسرائیل بمباران کرده میشود یعنی او تروریست است. یعنی تو این درجه را اینها سختگیرانه در مقابل این چیزها ایستادن، ولی در ایران همونطوری که دیدیم این مسئله ها باقی نماند و هیچ اخباری در این مسئله نشر نمی شود. پس ما میتونیم بگیم که این مسئله در ایران جدی‌تر نمیگیرد، چون ایران به مردم خودش مطمئن است و حکومت ایران بر همین اساس یگون مسئله در این حالت دیده نشد. مسئله دیگری که در این روز اخیر نشر شد، این سپاه پاسداران ایران یک بیانیه نشر کرد و در این بیانیه به 2 شهر اسرائیل مخصوصا تل اویو پایتخت این کشور اصرار داد که شما باید در کوتاه‌ترین فرصت پایتخت را ترک کنید، چون یک حمله شدید اسرائیل را انتظار است و به همین اساس شما باید جان خود را در پناه بگذارید و شهر تل اویو و نظرم تهران و شهر دیگرش کدام شهر یک شهر بزرگی است که چند روز شد بمباران کرده می شود و این شهرها را در کوتاه‌ترین فرصت ترک کنید. و همونطوری که ما دیروز یک اخبار دیگر را هم خواندیم که امروز این اخبار باز هم بیشتر و بیشتر و بیشتر نشر کرده میشد، این راه‌ها و توانایی‌های ایران در خاورمیانه است که در صورت تنش‌های زیاد ایران میتواند چندین راه‌ها را ببندد که این مواد سوخت را در جهان ارزشش را بالا میبرد و یک جنگ تمام عیار اقتصادی در جهان به میان میآید که این ضربه بزرگ به امریکا و جهان غرب است که اگر ایران بخواد این کارو بکند از این بحر سرخ توسط حوثی‌ها میبندد، از این طرف دیگر اقیانوس تمام راه‌هایی که مواد سوخت و موادهای تجاری از اینجا گذشته می شود اینها توسط ایران بسته خواهد شد و این مسئله بسیار یک مسئله جدی است که دنیا در یک بحران اقتصادی و مخصوصا جهان غرب در یک بحران اقتصادی روبرو خواهد شد و به اساس همینم این اخبارها در امریکا بسیار مورد بحث ها قرار گرفت و امکان دارد که به همین اساس دونالد ترامپ را نگذارند که مستقیما وارد جنگ شود. حالا یک کارشناسی را دیروز من بخش مستقیم در آمد در تلویزیونی به نظر اینترنشنال بود کدام تلویزیون بود فکرش را گوش کردم، گفت که اگر
اگرچه امریکا گفت مستقیما وارد جنگ نشده است، ولی همین پهپادهای ایرانی یا اینکه هواپیماهای ایرانی که اسرائیلی که در آسمان زپرفکا کرده میشوند و مواد سوخت میگیرند و برمیگردند میان بمباران میکنن ایران رو، اینها از همین هواپیماهای امریکایی استفاده میکنن و اینا رو امریکا در اونجا مستقر کرده است. و اگر امریکا این کمک رو نرساند و اسرائیل هیچ وقت توانایی چنین کار رو در خاورمیانه ندارد و نمیتواند به ایران حمله کند. بر اساس همین بشود گفت که ایران امریکا علاقه وارد جنگ هست در این قضیه و مخصوصا این چیزی که اخیر دونالد ترامپ گفت خودش آشکار این را بیان می‌دارد. ما برمیگردیم به صفحه مجازی سید سیستر روشنی. بیا پیش از آن که به صفحه او برگردیم چند نوار رو از حمله سخت ایران دیروز به سرزمین غاصبان و اسرائیل نشان بدیم به شما که چگونه هوای آسمانی اسرائیل زیر کنترل علاقه ایران قرار دارد و ایران بدون یگان دشواری میتواند شهرهای اسرائیل را بمباران کند و مدافعای اسرائیل نمیتوانند پهپادها یا که هر نهادهاش این را دفاع کنند، در حالتی که اسرائیل ادعاها دارد که هوای تهران کاملا زیر نظارت اسرائیل قرار دارد و هر لحظه میتواند یعنی منظورش که بمباران کند و هیچ مانعی وجود ندارد. بیاید چند نوار من به سمت شما برسانم دوستان عزیز. Dai. Wow, imale. همونطور که دوستان شما میبینید این ضربه های ایران به اسرائیل است که هوای تل آویو و حیفا کاملا یعنی دفاع نمیکند و پدافندهایی که باید توانند کمک کنند و اینا رو نمونند و سرزمین اونو بزنند سری راهشون گرفتن نمیتوانند. همونطور که شما میبینید تمام اینها به زمین میرسد و هیچ ممانع ایجاد نمیشود. خب این اولین نوار. یک نوار دیگری را به سمت شما دوستان برسانم. Oh shit. دوستان این حقارت میکند. بیا این نوار حقارتش نمونیم، یک نوار دیگر بمونیم. خب اینجا ولك علت كيبات برزيل علت ولك رجعت عليهم بشرفي يو بشرف. این نوارهایی است که در طول دیروز نشر شده بودن. باز یک نوار دیگر را به سمت شما برسانم از همین. این نوار اخیری که نشان میدیم این از پدافندهای ایرانی است که آسمان خود را چه خیلی نگاه می‌دارن. این نوار اینم اسرائیل بود. من یک نوار دیگر داشتم که پدافندهای ایرانی خود را حفاظت میکنم. من این نوار رو به نظرم پیدا اگر بکنم برای شما میگذارم، چون در کامپیوتر من نبود. اصلا به نظرم که از تلگرامی که بخش تیم کاری برام روان کرده بود من این را به نظرم صخره‌ای نکردم. اگر من این باره را پیدا کنم
به سمت شما میرسونمش. فکر کنم در واتساپ برام روان کرده بودن اگر اشتباه نکنم. خب حالا من عین حال به دست نوار رو پیدا نکردم، ولی پیدا کردم به سمت شما ان شاء الله این نوار رو میرسونم. شاید در برنامه بعدی که پدافندهای ایرانی واقعا هم سر راهی تمامی راکت ها و تیرهای اسرائیلی رو میگیرد و اینها حتی نمیتوانند به ایران حمله کنند. دیروز یک کارشناسی که ایرانی گفت که بیشترین ضربه ای را که ما میخوریم از دشمنانی است که در داخل هستند و از این جاسوسایی که اینا وارد کردن و این جاسوسا از زمین، یعنی هر چیزی که از آسمان میآید ما سر راهش میگیریم، ولی هر چیزی که از داخل زمین خودمون میآید ما سر راه او را گرفتن نمیتونیم. بر اساس همین یعنی بیشتری ضربه‌ای که ایران از انفجار میشود، یک جا میزنن یک کس میکشن، این کسایی است که جاسوسایی که در داخل ایران هستند توسط اینا انجام داده میشود. بیایید اینجا برمیگردیم به صفحه سید یونس سیستان روشنی و اینجا چند لحظه دیگر با شما از این صفحه گزارش بدیم و بعدا ان شاءالله که برمیگردیم به موضوع خودمون دوستان. خب این سامانه سید یونس سیستان روشنی است و همونطور که شما می‌بینید 13 ساعت پیش نشر کرده تصویر از وضعیت اسرائیل بعد از پاسخ‌های ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی. همونطور که شما می‌بینید خب این چه تصویر از وضعیت اسرائیل بعد از پاسخ ایران. خب این یک تصویر دیگر. اینجا میبینید بوجم آتش سوزی. اینجا وای همونطور که شما میبینید این نوار کهنه است، ولی به هر صورت آتش سوزی. این مسئله کارشناس چی میگه؟ تهران چه باشه؟ واکنش مقامات با عرض پوزش الان صدای آژیر در تل آویو داریم. نمیدونم اگه صداشو میفهمید. بر اساس مقررات ارتش اسرائیل من بایستی الان برم به پناهگاه. با عرض پوزش با فرصت دیگه با هم دیگه صحبت می‌کنیم. زنده باشید. بله گفتگومون رو با آقای حمیدی ادامه میدیم. جناب حمیدی فکر می‌کنید واکنش الان دقیقاً کجا قرار داره؟ ما هم طوری که می‌بینید یک کارشناسی ایرانی که در اسرائیل قرار دارد و من نمی‌فهمم اینقدر کارشناسای ایرانی فارسی زبان در اسرائیل از کجا پیدا شدن. در صورت وقتی صحبت میکنند در تلویزیون ایران اینترنشنال همین صحبت رو می‌بینید که در وقتی صحبت الان دقیقاً کجا قرار داریم؟ فکر می‌کنیم واکنش تهران چه باشه؟ واکنش مقامات با عرض پوزش الان صدای آژیر در تل آویو داریم. نمیدونم اگه صداشو میفهمید. بر اساس مقررات ارتش اسرائیل من بایستی الان برم به پناهگاه. با عرض پوزش با فرصت دیگه با هم دیگه صحبت می‌کنیم. زنده باشید. خب برمیگردیم بالا. این ویدیو عاجل این مردک یعنی دونالد ترامپ یا عالم آدم رو همه رو ابله فکر میکند یا خودش ابله است که به یک گزینه دوم درست است. پیشنهاد کرده است که در زودترین فرصت خواهان ملاقات با رهبر ایران است. خب حتی ترامپ والا شوخی آمیز گفته باشد اومده است که با رهبر ایران ملاقات کند. این نوار نوبتی از ترکش در ساختمان دولتی تجدید سید سیستان روشنی. این الان بسم دلم باباره ده این در تهران 3 نفر از یک مسئله بمباران کرد زنده پیدا کردن. فوری ساختمان موساد در هرتسیلا یا هدف حمله موشک‌های قرار گرفته است. خب اینجا این همون ساختمان موساد است که مورد حمله قرار گرفت. خب برمیگردیم مسئله G7 اینجا صحبت کرد از کمکین آتش سوزی در ساختمان موساد. همونطور که می‌بینید ساختمان موساد در آتش سوزی است. اتمی سری برای ذخیره کردن مقادیر بسیار زیادی از وسایل و لوازم برای برنامه هسته‌ای سری ایران. در ماه می بیا بگذاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد یا صاحب البيت العتیق یا رب العالمین. خب این ابعادهای ایرانی به شمال اسرائیل، شمال اسرائیل ملکه توجهیش به لحاظ نوع تسلیحات و نوع تجهیزات استفاده نشده. امروز یکی از این موشک‌ها برای اولین بار استفاده شد که دیدیم در واقع
اصلا اونها متوجه نشدن، یعنی گفتن به هیچ وجه اصلا ما حس نکردیم. بیا که این نوار اینا بمونیم. کارشناس ایرانی چه میگه؟ هنوز بخش قابل توجهیش به لحاظ نوع تسلیحات و نوع تجهیزات استفاده نشده. امروز یکی از این موشک‌ها برای اولین بار استفاده شد که دیدیم در واقع اصلا اونها متوجه نشدن، یعنی گفتن به هیچ وجه اصلا ما حس نکردیم که اصلا رهگیری بکنیم، ردگیری بکنیم و با او مقابله بکنیم. این شگفتانه ها رو بیشتر خواهند دید و لذا هنوز بخش قابل توجهیش به لحاظ نوع. خب بر بگردیم این هواپیماهای رژیم اسرائیل تمام هواپیماهای خود را از ترس نابودی به قبرس کیپر انتقال داد. تمام هواپیماهای اسرائیل در کیپروس در قبرسن. این رسانه ایما خب قرار میدن برای اینکه نگذارند صدای مردم اون سرزمین رو به دنیا و جهانیان. خب این یه چیز عادی است. تماشا از بین آتش کشیده شدن تل‌آویو از سوی موشک‌های ایرانی. همونطور که شما می‌بینید موشک‌های ایرانی به زیادی جا حمله کردن. همونطور که شما این نوار را دیدیم و علاقه این نوار را به نظر گذاشتیم تمام بمباران. واو این ماله این نوار ما دیده بودیم. وكل فخر برفع هذا العلم، يعني هذا العلم این ساختمان صدا و سیمای ایران است. دیروز چیزی که ما در اخبار خودمون گفتیم، ساختمان ایران همون تلویزیون رسمی دولتی صدا و سیما مورد حمله قرار گرفت و گفتن که 3 نفر هم به هلاکت رسیدند. جنایت جنگی رژیم کودککش، تمامی سازه‌های پلاستیکی کاملا ذوب شده، شیشه‌هایی که طبقه اول بوده، این قسمت‌های داخل سمت استدیویی که تا آخرین لحظه خانم امامی اونجا داشت اطلاعاتی می‌کرد، تقریباً تو همین زاویه پشت این آبنمایی که در اینجا می‌بینید و تمام این درخت‌های شاید بشه گفت چند ده ساله‌ای که این محوطه شیشه‌ای بود از بین رفته، سوخته. این هم قطعه‌ای از پنکه و بساطه. נפילת טיל, כרגע עולה פה אוטובוס באש. مادرم و بهش اشاره نشده در مورد بچه نظامی کار حضورتون عرض کنم. ببین اسرائیل چیکار کردن؟ فکر کردن که یک حمله غافلگیرانه به برق‌آسا میکنن با یه چیزی شبیه اون داستان پیجرها از طریق پهپادا و زدن سر فرماندهی نیروهای نظامی ایران و طبعا با این امید که بعد شب عملیات رو انجام میدیم هوایی و از این بابت دستمون باز خواهد بود. در نهایت شاید هم خدا چه دیدید شاید تونستیم به سوریه این پسر پهلوی رو ببریم اونجا. خب تمام این شگردای معمولشون اینا از نظر استراتژی نظامی هیچ موقع مالی نبودن. این شامورتی بازیات، جاسوس، یه بمب اینجا و یه حمله اونجا و یه شروع بازی و یه دونه حمله رسانه‌ای و اینا، دستمایه‌شون اینه، بیش از این ندارن. خب فوری الجزیره با نقل از شبکه 12 اسرائیل شلیک‌های موشک‌های ایران به سوی اسرائیل. خب حالا فوری لحظه‌های فرار نظامیان صهیونیستی از موشک‌های ایرانی. غافلگیر شده خاک بر سرتون. خودشون 7 اکتبر رو داشتن که به مدت 3 روز یه سری آدم پاپتی پابرهنه قزاوی که توی زندان به قول معروف فقیرانه و یک کانسنتریشن کمپی به اسم غزه بودن، در این 15 سال زیر محاصره بودن، تونستن با
موتور کولر و ایر کاندیشن بکشن خودشون رو بالا، برن بگیرنشون، اون اتفاقا بیفته و 2-3 روز در باز میرفت. به سازمان صدا و سیما. آقای رضا پهلوی، شما توی بحران عقب وایسا، افت میشید. الان فقط به فکر سیسمونی در پاتختی آقای نتانیاهو حساب اشتباه روی ژنرال پهلویتون باز کردید. درسته که رضا پهلویتون قرار بود همزمان با عملیات شما با پیروان مخنث و متوهمش آغازگر شورش در ایران و همراه شدن مردم ایران با خودش باشه، اما رضاتون و نوچه‌هاش اهل مرده‌خواری و بزمند و نرس و درکی از وطن و وطن پرستی ندارن. آقای رضا پهلوی، شما توی بحران عقب وایسا، افت میشید. الان فقط به فکر سیسمونی در پاتختی واسه دختر تازه عروس شد. این میدان تو نیست. وطن برای مانایی و ماندگاری محتاج مردان سلحشور و وطن پرست و شهادت طلبه، نه مشتی الوات و عیاش که همه فهمشون از وطن و قاسی و عیاش. ساختمان‌های دیگری خرابه. زنان. بسم الله الرحمن الرحیم. این سرلشکری درود میفرستیم به ارواح مطهر شهدا. ایران رژیم صهیونی در یک اقدام همونطوری که ما پیشکی این اخبار دیگر ما نمیمونیم دوستان، چون همونطوری که ما در بالا ذکر کردیم سرلشکری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران فوراً گفت که حیفا و تل‌آویو رو خالی کنید، یعنی اهالی را خبر داد که ترک کنید. دیگه ایران ما موندیم، دیم برا نمیمونیمش. לכנסת כדי להביא מתווה. למה שר האוצר לא מודיע שאותו מתווה של חרבות ברזל כדי לתת לאנשים האלה ודאות? צר לי שאני ביום החמישי او بیاد ایران رو بزنه، زیر ساختار رو بزنه، تحویل شما بده. واقعا اینجوری فکر میکنید؟ شما فکر میکنید هرات چجوری از ایران جدا شد؟ شما فکر میکنید 17 شهر قفقاز چجوری از ایران جدا شد؟ وزیر دفاع اسرائیل نوشته هیچ قصدی برای وارد کردن آسیب فیزیکی به مردم تهران آنطور که ایران در رابطه با شهروندان اسرائیل انجام میدهد وجود ندارد. آسیب فیزیکی دیگه بالاتر از این که تو صدا و سیما به هر حال رسانه‌ای که ما مثلا قبولش نداریم ولی باید بمب بریزیم سر کارمنداش. شهروندان ایرانی، جان شما برای ما ارزش دارد. مگه جان اونایی که تو غزه بودن برای شما ارزش داشت؟ محل‌هایی که رژیم در آنها سلاح و پهپاد می‌سازد هدف حمله خواهد بود. تو صدا و سیما پهپاد می‌ساختن. واقعاً وطن دوستی هزینه سنگینی داره ها. من حاضرشم به قیمت این که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و من برم اونجا قدرت رو به دست بگیرم، مثلا فلان زن باردار در فلان میدان کشته بشه یا کودک 10 ساله کشته بشه و اسم خودم هم بذارم آدم. جالب اینه که اسم خودم اون وقت بذارم آدم. مسئله من مسئله این حملات نیست، اشتباه نکنیم. نه حالا اینو ممکنه در هر شرایطی پیش بیاد. مسئله بعدشه. چرا متوجه نیستید؟ دارن سرتون کلاه میذارن. یه سراب بهتون نشون دادن که آقا نتانیاهو میاد میزنه پدر جمهوری اسلامی رو در میاره، حکومت فلان به وجود میاد. نه خیر، نه خیر، داستان این نیست. شما که از آقای نتانیاهو طرفداری میکنید همه پروژه هاش رو بروید و روی میز بذارید. صحبت خاورمیانه بزرگش هم قبول کن دیگه. مگه تو موافقش نیستی؟ مگه نمیگی من اشتباه میکنم؟ آقا این آقا دنبال تجزیه ایرانه، دنبال خاورمیانه بزرگه. چرا شما متوجه نیستید؟ خب این مردم پاکستان در پایتخت پاکستان. خب اینجا دیگر در معلومات ها زیاد در سامانه سیدونیست هم نشر نشده است. ما این حال چند مقاله هم داریم گفتیم ما اخبارها را به طرفانه میبریم. ما این حال میگذاریم با BBC فارسی تو اینی که از اون BBC فارسی هم برای شما مطلب های نشر کنیم. از BBC فارسی هم به سمت شما برسونیم تو اینی که ما بتونیم اخبارها دو طرفه باشن. نه ما دیروز از پریروز از BBC پرداختیم، دیروز از
ایران اینترنشنال و امروز هم برمیگردیم به BBC. تو اخبارها چند طرفه باشد، همونطوری که من در بالا ذکر کردم و هدفمون کدام طرف رو دستگیری کردن نیست، ولی در عموم هدف ما پخش نقش اخبارها داره. ما میگذاریم در پخش مستقیم زنده و در اینجا ما اخبارها رو میخونیم. خب بیا بگذاریم. بهبود موقعیت وضعیت اینترنت در ایران موقت. خبرها و گزارش‌های دریافتی از ساکنان برخی از شهرهای ایران حاکی از آن است که سرعت اینترنت بهبود یافته و یا از حالت قطعی پیشین خارج شده است. وزیر دفاع بریتانیا از همه طرف‌ها خواسته است خویشتن‌داری کنند. خب جون هیلن وزیر دفاع بریتانیا میگوید که خامت و اوضاع در خاورمیانه برای بوره‌های خطرناک برای کل منطقه است. او میگوید که دولت بریتانیا همواره از حق امنیت اسرائیل حمایت کرده است و نگرانی‌های جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دارد، اما هم از طرف‌ها می‌خواهد که خویشتن‌داری نشان دهد. آقای هیل میگوید که تنها راهی برای صلح پایدار راه حل دیپلماتیک است، نه اقدام نظامی. خب این مسئله. گزارش‌ها از احتمال توجه ترامپ به مشارکت در حمله‌های اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران. شبکه CBC امریکا که شریک کار BBC در این کشور است، به نقل از منابع خود در گزارش کرده که دونالد ترامپ گزینه همکاری اسرائیل در حمله‌های با تأسیسات هسته‌ای ایران را مد نظر قرار داده است، از جمله سایت هسته‌ای فردو. این منابع به BBC گفته که بحث در این باره که یکی از محورهای جلسه کمیته امنیت ملی کاخ سفید آقای ترامپ بود که دقایق پیش از حدود 1 ساعت و 20 دقیقه پایان رسید. این منبع تصریح کرده که میان حاضران در این جلسه تفاهم و اتفاق نظر بر سر چنین مشارکت نظامی وجود نداشته است، یعنی همه بر این نظر نبودند که باید حمله کرده شود. پایان جلسه شورای امنیت ملی آمریکا درباره جنگ اسرائیل و ایران. جلسه شورای امنیت ملی آمریکا ساعتی پیش آغاز شد که اکنون پایان یافته است. به نقل از مقامات کاخ سفید گزارش شده است که در این جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی شرکت آمریکا در عملیات اسرائیل علیه سایت‌های هسته‌ای ایران بوده است. بر اساس همین گزارش به گفته شبکه‌های خبری CBC در این جلسه درباره این اقدام احتمال امریکا در بین مشاوران نزدیک آقای ترامپ اتفاق نظر وجود ندارد. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که ایران باید بدون قید و شرط تسلیم شود. هشداری که با پاسخ ایران منبع بر قریب الوقوع بود، عملیات های تنبیهی این کشور را همراه شد. واتساپ ادعاهای ایرانی مبنی بر اشتراک گذاری اطلاع بر اسرائیل را رد کرده است. شرکت موتا در پاسخ به درخواست دولت ایران از شهروندانش برای حذف واتساپ بیانیه صادر کرده که این شرکت فناوری ادعای ایران مبنی بر اینکه اطلاع کاربران را از طریق واتساپ به اسرائیل به اشتراک گذاشته می شود رد کرده است. سخنگوی شرکت موتا که مالک واتساپ است، فیسبوک و اینستاگرام است، گفته است که ما نگرانی هستیم که این گزارش ها نادرست بهانه باشد برای مسدود کردن خدمات ما در زمانی می باشد که مردم بیشتر از همیشه به آنها نیاز دارند. در این بیانیه آمده است که تمام پیام هایی که شما بر خانواده و یا دوستانتان در واتساپ ارسال میکنید به صورت کاملا دو طرف در رزمکاری شدند، به این معنا که هیچ کسی به جز فرستاده و گیرنده به این پیام ها دسترسی ندارد. سخنگوی متفاوض ما هیچ گونه اطلاع گسترده در اختیار هیچ دولت قرار نمیدیم. پیش از یک دهه است که موتا گزارش‌های شفافت ثابت ارائه می‌دهد که شامل شرایط محدود و درخواست اطلاعاتی از واتساپ است. ما یادآور میشیم که ایران قبلا ادعا کرد که تمام اشخاص‌های کلیدی که در ایران از بین برده شدن یا کشته شدن برای استفاده از شبکه واتساپ بوده است. تشکیل گروه مردمی برای کمک به سالمندان و بیرامندان. سیوم فرق. خب این مهم نیست برای ما. خب میگذاریم به این. رئیس جمهوری فرانسه میگوید که تغییر رژیم در ایران منجر به خروج و مرج خواهد شد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که با تازگی در جلسه گروه 7 در کانادا سخنرانی کرد، گفته است که تغییر رژیم در ایران از طریق نظامی یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او میگوید که تغییر رژیم باعث خرج و مرج خواهد شد و معتقد است که کشورها باید برای بحث در مورد
برنامه هسته‌ای ایران به میز مذاکره برگردند. او گفته است که من معتقدم که با آمریکا نیاز داریم تا همه را دوباره در میز مذاکره بیاورد. وزیر خارجه مصر خواستار آتشبس فوری شد. مصر اعلام کرده که وزیر خارجه این کشور در جریان دو تماس تلفنی جداگانه با اوستو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا و امور خارجه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران خواستار آتشبس فوری در بحران میان ایران و اسرائیل شده است. نگرانی های ایرانی های خارجی از کشور نسبت به جنگ اسرائیل و ایران. خب این مسئله برای ما قدر مهم نیست. از همه سایبر با ناک سپاه چی میدانیم؟ خب ایران برای ما مهم نیست. خب شاهزاده رضا پهلوی نگرانی فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی نباشید. خب این فرزند شاه قبلی ایران است که توسط همین جمهوری اسلامی پدرش از حکومت بیرون کرده شد و به آمریکا فرار کرد و خود فرزند ایشان همین است که ادعای آینده رهبریت ایران را دارد. بیا اخبار این را بخوانیم که چه ادعا دارد. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در بیانیه‌ای که منتشر کرده است مدعی شده است که جمهوری اسلامی با پایان خود رسیده و در حال سقوط است. او از مردم ایران درخواست کرده که بس صحنه بیایند و پایان این رژیم را رقم بزنند. آقای پهلوی در ادامه افزوده است که نگرانی فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی نباشیم. ایران دچار جنگ داخلی و به ثباتی نخواهد شد. ولیعهد سابق ایران در ادامه اوصاف کرده است که برای آینده ایران برنامه دارد و برای 100 روز نخستین پس از سقوط دوران گذر و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک آماده است. او همچنان از نیروهای نظامی و انتظامی امنیتی دولتی خواسته است که برای حفظ جان خود در کنار مردم بایستند. آقای پهلوی قبلا در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفته بود پس از حملات اسرائیل جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ترین موقعیت است و این فرصت بی سابقه برای سرنگونی رژیم است. منظورش حکومت ایران است. فایز هاشمی نبیگویم به جنگ، نه جنگ ایران نیست. خب اینجا این را ما نمیخونیم، برای ما این مهم نیست. ما برگردیم به اخبارات بعدی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. عبدالرحیم موسوی رئیس جدید دستگاه نیروهای مسلح ایران در یک پیام ویدیویی گفت عملیات‌های انجام شده تاکنون هشداری برای بازدارندگی بوده است و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. او همچنان به ساکنان اسرائیل و ویژه تل و حیفا هشدار داده که برای حفظ جان خود این منطقه را ترک کنند. آقای موسوی در این پیام درباره عملیات تنبیهی توضیح بیشتر نداده. رهبر جمهوری اسلامی آقای موسوی را هفته گذشته پس از کشته شدن محمد باقر در حمله اسرائیل به این سمت منسوب کرد. جنگ اسرائیل و ایران نقره بالاترین بهای خود را 13 سالگی گذشته رسید. همه چیز قیمت شده است. ترامپ میدانم به اصطلاح راهبر معظم کجا مخفی شده است، اما فعلا قصد کشتن او را نداریم. این مسئله رو ما در ذکر کردیم، این بار نمیخوانیم. دونالد ترامپ کنترل کامل منطقه آسمان ایران دست ماست. حتی این چیزی که چند روز پیش بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل نیز ادعا کرده بود، بازم میبینیم که ایران هم امریکا هم این مسئله را ادعا شده است که تمام هوای ایران زیر نظارت اوناست. ببینید بیایید اخبار دقیقاً بخونیم تا اینکه معلومات بیشتر بگیریم. اگرچه ما ایران در ولو ذکر کردیم ولی بازم یک بار دقیقاً بخونیمش بهتر و خوبتر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه‌های اجتماعیش گفته است که کنترل آسمان ایران الان در دست آمریکاست. او در تروس شول نوشت ما اکنون کنترل کامل منطقه آسمان ایران را در دست داریم. ایران سامانه‌های دریایی، هوایی خوب و تجهیزات دفاعی فراوانی داشته، اما اینها قابل مقایسه با تجهیزات ساخت طراحی و تولید آمریکا نیستند. هیچ کسی بهتر از آمریکا این کار را انجام نمی‌دهد. در همین حال جدی و نیز معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفت که آقای ترامپ شاید تصمیم بگیرد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن برنامه هسته‌ای ایران انجام دهد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشته که ایران اورانیوم را بسیار فراتر از میزان موردی نیاز برای هر کاربرد غیر نظامی غنی سازی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا شاید تصمیم بگیرد برای پایان دادن به غنی سازی ایران اقدامات بیشتری انجام دهد. آقای ونیس با تمدید از
خویشتنداری ترامپ در متمرکزانه داشتن توجه ارتش برای حفاظت از نیروهای و غیر نظامیان گفته که هنوز هیچ استدلال قابل قبول ندیدیم که نشان دهد که چرا ایران باید تعهدات خود را در زمینه اعدام شایعه سلاح‌های هسته‌ای را نقض کند. خب ببینید اینجا در سلسله نزدیک پلیسی راه شهریار، خب این را لازم نیست. سفیر ایران در لندن: در حملات اسرائیل 200 غیر نظامی کشته شدند. خب این چند نفر کشته شد. ایران خواستار واکنش فوری کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. خب بگذاریم با یک بعد دیگهش. ایران خواستار واکنش فوری کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. علی بحرانی سفیر ایران خب در ژنو مقرر اروپا سازمان ملل متحد خواستار واکنش فوری کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به حملات اسرائیل به ایران شده است. سفیر ایران در این برنامه حمله اسرائیل نقض صریح اصول بنیادی منشور ملل متحد و حقوق بین المللی خوانده و از کمیسر عالی حقوق بشر خواسته است که حملات نظامی اسرائیل را به ایران را یک جنایت تجاوزکارانه اعلام کند. پیام صوتی تعداد از ایرانیان خارج از کشور: مشاور امنیت ملی پیشنهاد آمریکا درخواست ترامپ برای ترک تهران شاید یک تاکتیک باشد. استامر میگوید که اظهارات ترامپ نشان نمیدهد که آمریکا قصد دخالت داشته باشد. خب استامر نخستین وزیر بریتانیا گفت که هیچ کسی از سخنان دونالد ترامپ نشان نمیدهد که ایالات متحده قصد دارد در محاصمه اسرائیل و ایران دخالت کند. آقای استامر در حاشیه نشست گروه 7 در کانادا به خبرنگار گفت که بیانیه گروه 7 درباره کاهش تنش بین اسرائیل و ایران بود. کشورهای عضو گروه 7 در بیانیه‌ای که او اخیراً در دوشنبه منتشر شد حمایت خود را از اسرائیل اعلام کردند و ایران را به عنوان منبع بی‌ثباتی در خاورمیانه معرفی کردند و در عین حال خواستار کاهش تنش در منطقه شدند. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز بیانیه سران گروه 7 را انتقاد کرده و گفت که بیانیه به طرز معنیدار تجاوز آشکار اسرائیل علیه ایران را حملات غیر قانونی و تأسیسات سلاح آمیزی هسته‌ای و کشتار شهروندان ما را نادیده گرفته است. گزارش‌ها از اختلافات گسترده اینترنت در ایران در بالا این عمل را خواندیم که اینترنت بهتر شده است دیگر نمی. پدافندهای هوایی در تهران اوصاف‌های فعال شدند. باز دوباره مجری صدا و سیما از مردم خواست که واتساپ را از موبایل خود حذف کنند. این را ما در بالا خواندیم دیگر نیاز به خواندنش نیست. آژانس بین المللی انرژی اتمی بخش زیرزمین‌های نظارت آسیب مستقیم دیده است. خب این نهاد اتمی بمبئی گفت که در ایران بعضی از چیزها ضرر دیدن. بعد از همون اورانیومی که ایران جمع آوری کرده بود ضرر دیدن. وزیر خارجه اسرائیل: هدف ما تغییر حکومت در ایران است، در ایران نیست. قطر میگوید که میزان تشییعاتی در خلیج فارس روزانه تحت نظر دارد. سفیر امریکا در اسرائیل: سفارتخانه را ترک نمی کنیم. زهرا هنو خب این رمان نمیخونیم. به ما علی پوزگارد خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شد. هشدار پادشاه اردن درباره پیامدهای منطقه و فرامنطقه حمله اسرائیل به ایران. عبدالله دوم پادشاه اردن هشدار داده است که حملات اسرائیل به ایران خطر تشدید تنش‌ها در منطقه و فراتر از آن به دنبال دارد. پادشاه اردن این موضوع را در زمان سخنرانی خود در پارلمان اروپا مطرح کرده. گفت با گسترش حملات اسرائیل و شامل شدن ایران در آن مشخص نیست که مرزهای این میدانی نبرد تا کجا پیش خواهد رفت. او خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا در آستانه استانبول گفت که تداوم وضعیت کنون تهدید است برای مردم در همه جا. خب دیگه دوستان عزیز من فکر میکنم که زیاد نیاز نیست این اخبار رو ما پیگیری کنیم. من الکی تقریبا چند صفحه این اخبار رو به سمت شما خواندم از سامانه بی بی سی. دیگر اخبارهای زیادی رو ما چندی مو بخونیم خواندن میگیریم و همونطور که شما میدونید امروز بازم یک از نفرهای کلیدی و نظامی ایران توسط کشور اسرائیل ترور کرده شد و اون نفر چندی پیش در این سمت، یعنی چند روز پیش بعد از کشتن نفر اول
و این سمت گذاشته شده بود و ایران دوباره ترور کردن. ولی بعد از بعض از اخبار نشر شد که او در بیمارستان است و زخمی شده است، کشته نشده است، ولی اخبارهای نشر شد که او کشته است. اول نام او اسمش یاد نیست، ولی در اخبار فردا ان شاء الله ما معلومات بیشتری را در این سمت برای شما میارم و نشان میدیم که این نفر کی بود و چگونه برای برداشتن او عملیات گذرانیده شد. حالا دوستان گرامی و هموطنان عزیز، خبرهای خیلی زیادی را موجود است که اونها را نشر کردنش خیلی زیاد است، چگونه اسرائیل ایران را طول چند روز اخیر بازم بمباران کرده و از کدام تاکتیک ها استفاده میکند و چگونه میتواند اون تاکتیک های خود را در داخل ایران عملی کند و این موضوعی است که ما در برنامه بعدی نیز موردی بررسی قرار میدیم و معلومات بیشتری را جمع خواهیم کرد و برای شما نشان خواهیم داد که چگونه اینها میتوانند در داخل ایران هم نیز حمله های زیادی انجام بدهند و موفق هم به این حمله ها بشوند، چه توسط جاسوسای داخلی خود باشد چه توسط خارجی باشد، هر طریقی که باشد اینها حمله های خود را در داخل ایران هم نیز عملی میگردانند و ما دیدیم که چندین انفجارهای خیلی بزرگ در تهران و در شیراز و دیگر شهرها و ناحیه‌های ایران صورت گرفت که واقعا هم تلفات خیلی زیادی مردمی به میان گذاشت. همونطوری که ما در بالا ذکر کردیم تفاوت اهالی بین اسرائیل و ایران خیلی بزرگ است که اگر در اسرائیل یک جا مورد حمله قرار بگیرد، اگر 10 نفر باشد، در ایران 100 نفر در همونجا قرار دارد. یعنی اگر از اسرائیل یک نفر در یک حمله کشته شود، از ایران 100 نفر کشته می شود، زیرا چون مقایسه اهالی ایران و اسرائیل خیلی بزرگ است و به همین اساس میتوان گفت که ایران اگر مورد حمله بگیرد فاجعه خیلی بزرگتری دارد و امکان دارد که تفاوت جان انسان ها، یعنی کشتن جان انسان ها خیلی زیادی در ایران صورت بگیرد. به همین خاطر ما کوشش میکنیم که از اخبارهای خیلی زیادی برای شما به سمت شما برسانیم. هدف ما هم از برنامه فقط رسانیدن خبر است. ما کوشش میکنیم همونطوری که حمله روسیه را با اوکراین محکوم کردیم و این رو یک جنایت بشری دونستیم و همون زمان پخش‌های مستقیم داشتیم در این مورد و صحبت میکردیم که چگونه جنگ صورت گرفت و مردم ما در اینجا چه فکر نظر دارند و ما هم امروز همین برنامه رو در این پخش‌های مستقیم دنبال میکنیم و هدف ما فقط فکر نظر مردم، نوشته های مردم رو میخونیم، فکر نظر مردم رو میگیریم و فکر نظر خود رو میگوییم و اون چونینه که اخبارها میگذرد، اخبارها رو از بیرون برای شما میاریم، فکر نظر کارشناسا رو میگیریم، میاریم به سمت شما میرسونیم و فقط معلومات میرسونیم که چه اتفاق افتاده است و چگونه اتفاقها خواهد افتاد و چگونه تفاوت‌های در بین خواهد بود. برای اساس همین ما تماما در اینجا طرف هیچ کسی را نمیگیریم که چگونه آینده اتفاق خواهد افتاد و باید ما در پشتکی باشیم و در پشتکی نباشیم و کی را طرفداری کنیم کی را طرفداری نکنیم. هدف ما این چیز نیست و ما از شما هم این هدف رو طلب نمیکنیم که شما حتما پشت کسی را بگیرید. هدف ما اینجا رسانیدن معلومات و شما آگاه کردن است که در جهان چه اتفاقی میافتد. به همین اساس ما معلومات رو به سمت شما میرسونیم و دوستان گرامی و هموطنان عزیز، در اینجا یک برادر ما یک نظری رو ارائه کردن که اگر امریکا وارد جنگ شود این خاتمه ایران می شود. البته به احتمال زیاد همین گونه هست و اگر امریکا وارد جنگ شود احتمال زیاد می رود که دیگر ایران توانایی ایستادن را در مقابل امریکا پیدا نمی کند و این یک فاجعه بار خواهد بود و عاقبتش دیگر مشخص است که انسان‌های خیلی زیادی کشته می شود، شهرهای خیلی زیاد ویران کرده می شوند، ساکنان بیشتر دیگر به خانه و در ویرانگار و ولنگار قرار می گیرند و معلولات خیلی زیاد می شوند و وضعیت ها خیلی بدتر و بهتر و وخیمتر می شود و عاقبت هم ایران هم دیگر حکومتش از بین می رود و شکست می خورد، زیرا دیگر همونطور که ما در بالا ذکر کردیم اگر که امریکا وارد جنگ شود ایران طول زیادی نمیارد که دیگر در موادهای جنگی زیادی وقت ندارد و اگر که روسیه و چین در پشتی نیستند دیگر در یک بحران نظامی قرار میگیرد و عاقبت این شکستی است که دیگر سرزمینش از دستش خواهد رفت و اونم با همون ورسیه سوریه کاملا از بین میره و چند سال در جنگ شامل میشود و عاقبت میاد باز هم همون یک نفر کلیدی را که امریکا انتخاب میکند میارن در سر قدرت میمونن و مثل سوریه و آینده همین گونه حکومت امریکایی در روسیه در ایران گذاشته می شود و هم گونه ای که پیشکی بود مثل پهلوی که تا زمانی که با امریکا بود حکومتش خوب بود و زمانی که با ضد امریکا برآمد انقلابش کردن، جمهوری اسلامی را آوردن و همین گونه را اگر اینا تنتیان یعنی گفت و شنید نکنن و امریکا اگر وارد جنگ شود عاقبت به احتمال زیاد همین گونه سیناریویی که به حکومت پهلوی اومد
همین گونه سیناریا با حکومت جمهوری اسلامی میآید. حالا پهلوی خودش زودتر کشور رو ترک کرد و جنگی سریع زیاد نشد، کشتارها زیاد نبود، ویرانی ها زیاد نبود، ولی در این روزه حالت حکومت جمهوری اسلامی ما میبینیم که تلفات های خیلی زیادی خواهد بود، کشتارهای خیلی زیادی خواهد شد، چون ما میبینیم که اینا ایستادگی میکنن، ترک کردنی نیستن و تا آخر در مقابل حکومت زده در مقابل اسرائیل و آمریکا ایستادن میزنن و همین اساس تلفات خیلی زیادی خواهد بود. این فکر نظری است که زیادی از برادرها گفتن و منم به این فکر دادم که اگر این گونه ادامه پیدا کنه عاقبت بدتر و وضعیت اخیر تغییر حکومت و از همه بدتر فاجعه‌ای که به میان میاد این فاجعه تغییر یعنی کل شهر است که شهر کاملا به خاک یکسان میشود، مردم کشته میشوند، جان انسان ها از بین میرود. و برادران و هموطنان عزیز باید یک درجه ذکر کنم که من همونطوری که در تاجیکستان یک حکومت دیکتاتوری موجود است، یعنی ما در مقابلش میجنگیم، مبارزه میبریم، باید بدونیم که در جمهوری اسلامی ایران هم همین گونه نظام است، یعنی یک نظام دیکتاتوری است و مردم آسایشته واقعا هم زیر ضربه قرار میگیرن و واقعا هم مخصوصا سنی مذهبای ایران بسیار زیر ظلم و ستم وحشیانه قرار دارند. زندان ها پر است، هزارها دانشمندای سنی مذهب اعدام کرده شده است و هزارها اختلاف های در داخل ایران است که دیگر اونها را تکرار کردن به حد زیاد است. اگر که امکان دارد که همین امروز یک کارشناسی را گوش کردیم، کارشناس گفت که اگر که امکان دارد که اسرائیل به همون هدف خاورمیانه بزرگ خود عمل کند، امکان دارد که ایران رو بر چند پارچه تغییر بدهد بر اساس همین ظلم هایی که در ایران شده است. دیگر ایران آماده است که مثلا یه مردش مثلا کرداش جدا شوند، بلوچاش، یعنی که سنی مذهبا یک کشور شوند که سنی مذهبا پراکندن در طرف ایران در لبی مرز، در اون طرف در لبی مرز، این بر همین اساس امکان دارد که مثلا بلوچاش یک کشور شوند، عربای اوسش یک کشور شوند، این طرفش مثلا کرداش یک کشور شوند، آذری هاش یک کشور دیگه شوند، بعد فارس های ایرانیش یک کشور دیگه شوند. یعنی همین گونه چندین کشور تقسیمش کنن که در آینده بر همون برنامه خاورمیانه که بزرگ اسرائیل میخواد کشور بزرگتر بسازه کمک برسونه. یعنی هر نقشه ای را کارشناسان در نظر گرفتن و میگویند، ولی حالا وقت نشان میدهد و ما و شما فقط با خبرها را پیگیری میکنیم و کوشش میکنیم که به سمت شما برسونیم. ولی عاقبت چه اتفاقی میافتد دیگه رو خدا میدوند و ما و شما دیگر پیگیری میکنیم و کوشش میکنیم که به شما اخبارها را برسونیم. وقتی شما رو طولانی نمیگم دوستان عزیز و هموطنان عزیز، شما رو به خدا میسپارم. برنامه را حتما لایک بگذارید، پدیلیس کنید، کامنت بیشتر بنویسید تا اینکه بیننده بیشتری در این برنامه جلب کرده شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.